خوش اومدین به کانال من. امروز اومدم براتون یک کلیپ کمدی از یکی از بهترین کمدین‌های ایرانی، البته خارج از کشور، به اسم مکس امینی براتون بذارم. امیدوارم که دوست داشته باشین. بریم ببینیم. کی این دفعه اول اومده شو؟ دفعه اولی دست بزنن. واو، خیلی بار اولشون اومدن. واو خیلی بار اول اومده. شما تو قار زندگی میکنی؟ من 12 ساله میام آلمان شو میذارم، شما بالاخره گفتید اوکی بریم سگ خور. کجا بودی این همه وقت؟ ها؟ شو رو کنسل کردم. تو به قور بزنی قور تو از اونایی که تو اینترنت چرا اینو پستی کنی، چرا اینو نمیزنی؟ شما کی هستین؟ ما میخوایم انقلاب اینترنتی بکنیم، شما انقلاب اینترنتی بکنید. من ایرانم شو رو کنسل. خب کووید بود تمام دنیا کنسل کردن. شما نمید کنسل میکنیم، من منتظر بودم. شده خدا به شوهرت صبر بده. اگه به من قور میزنه ببین تو رو جر میده صبح تا شب. آقا اینقدر جدی نباش نوکرتم. به زور لبخند میزنی؟ بخند نوکرتم. چه آدمایی شما دفعه اول اومدی شما من درسته؟ اسم شما چیه؟ اشکان بار اوله؟ فارسی بلد نیستی؟ میگم چرا اینطور؟ ولی خیلی قشنگ بلدی بگی فارسی بلد نیستم. چه زبونی صحبت میکنی؟ الان جواب رو میده. What language do you speak? آلمانی؟ English, yeah? And you're not Iranian. ایرانی هستی؟ شما اینشون آوردی؟ بله؟ شما حالتون خوبه؟ خواهیم بند خدا تمام ایرونی‌ها به این ایرونی بخندن که ایرونی بلد نیست. خوشت اومد؟ حالت جا اومد؟ سیر شدی؟ چه زبونی صحبت میکنی هم نمیفهمه. حالا نمیخواد ترجمه کنی. Focus me here. I will help you. I will change your life to better. I promise you. چند وقت ازدواج کردین؟ پسرته؟ عالیه. یکی رو نفهمید. پس تمام اشتباهات دست خودته. تو اشتباه کردی به این فارسی یاد ندادی. خودت مقصری. وای چه اشتباهی کردم بزرگش کردم فارسی یاد ندادم. ولی خودم آوردم گفتم بیشین بفهم که نمیفهمی. بیشین بفهم که نفهمی. چیه شغلت چیه تو آلمان داداش؟ عکاسی؟ چی عکس میگیری؟ فشن؟ نظرت چیه؟ از مدل‌های خوشگل آلمانی عکس میگیری؟ آره جدی میگی؟ اینجوری میکنی باورت نمیکنم. اینستاگرامتو نگاه کنی؟ خب بگو اینستاگرامت چیه حمید؟ حمید اکبری؟ تو چجوری مدل‌های آلمانی رو میکشی؟ هلو؟ الشودگون حمید اکبری؟ حمید اکبری ایشکی نداریم. اصلا سه نفر هستن، یکیشون تو سلوغونه، یکیشون مال جمهوری اسلامیه، یکیشون مال مجاهدینه. کدومی؟ تو میخوای بزنی؟ بیا بزن. فشن خودش رو عشق هست. داره مال یکی دیگر رو میزنه. همین اگه نمیزنه میگم رنگ ریخته رو لباست. واو چه دافایی. یعنی تو از اینا عکس میگیری؟ تو اصلا اومدی اینجا چیکار؟ پاشو برو نوکرتم به مشتریات برس. منم میام کمک. عکاس شوخی میکنی؟ وای تو اینا رو ببین حال کن. بیا اینو خجالت نمیکشین شما دوتا؟ بده تلفنو.
خیلی کار درسته حمید جان، ماشاءالله. چه حولی بود اینو. وسط چه حال و حولی، تلفن و فلان و اینو. کیا از شهر دیگه اومدن؟ از شهر دور کیا اومدن؟ شما همه از شهر دیگه اومدین؟ آخه کجا؟ پراگ. از پراگ اومدی؟ واو، قربونت برم که از پراگ اومدی. چقدر انرژیت عالیه، دیدیش اینو؟ خیلی خوش اومدی از پراگ. مرسی که تشریف جانم. ایرانی نیست. ایرانی نیست. پس با چه زبونی داشت من صحبت میکرد؟ شما تو پراگ چقدر دراگز میزنید که دیگه خودتون هم نمیشناسید؟ ایرانی نیستی، کجایی هستی؟ اهل استانبول؟ فارسی بلدی؟ شما دفعه قبل اومدی شوی من؟ پس بیشین دیگه صحبت نکن، ما صحبت کردیم. مثل یه آدم دیگه پیدا کنم من انداختی تو تله. پراگ، ایرانی نیستم، ترکم، فارسی بلدم. یه چیزی یادم میاد، شما ماشاءالله اینا هم یادشون میاد. شوهرش خلبانه. تو از کجا میدونی؟ تو یادته که شوهر این خلبانه؟ شوهرتو قایم کن. این از چند سال قبل یادش که این خلبانه. شوهرش خیلی خوش تیپی. یه خاطرخواه داری اینجا با کتک امروز میخونه. المیرا از طرف داوود. داوود کیه؟ دیوید مرادی؟ داری فیلم میگیری؟ داوود مرادی نوکرتم. خیلی شاکریم، داشت جاز خالیه. ایشالا سفر بعد من میام خونه تو رخت خوابت بعد برنامه بزنم. دیوید مرادی کیه؟ کیست؟ اصلا برای چی مگه مریضی؟ من از طرف داوود مرادی. بعد نمیگی یارو کیه؟ آقا منم اینم نمیدونست. اینم نمیدونست جاستن ترودو کیه. من مثل آدم توضیح دادم. موهاش مامان اینطوریه. وقتی دیدمش صدا ازم در اومد. دستش مثل پنبه است. حالا این دیوید مرادی کیه؟ این رفیقم تو ونکووره. I love him, yes. آره اسم دروغکی بهت گفته، اسم واقعی چیز دیگه است. اون اسمی که میخواد دختره رو بلند کنه. How did you guys meet? In Paris? Wow, how romantic. And how did it happen? You were a tour guide in Paris? A German tour guide in Paris. Sounds like a serial killer. قاتل سریالی. For German tourists. Okay, and she's German, so she came there? She came from Iran. Wow. And did she understand anything? He had to translate in English for you, and he fell in love. Wow. من به فارسی بگم چی شد؟ این از ایران اومده بود، رفته بود پاریس، بعد دنبال اقامت میگشت. اولین نفری که به تورش میخوره، خب به طبع اون کسیه که توریستا رو میبره میگردونه. همونجا مخشو زد. این بنده خدای ساده هم فکر این عاشق این شده. 1 2 3 ازدواج میکنن. ایشونم الان حامله است. اومدم منتیش اومدم. آره وین رفتم. چشم میام مرز سوئد. دیگه امری فرمایشی نیست. میام مرز. نمیرم نه تو میرم نه دم مرز وا میسم با بلنگو. هالو. چقدر از خود راضی.
این اخلاقت بری خیلی سوئیسی بود. خب وین رفتم، چقدر دوست داشتم وینو. دخترای وین بی‌نظیر بودن. توی سوئیس خیلی خوشگل‌ترن. بله میدونم خیلی خوشگل‌ترن. مرسی که گفتی. این دختر شماست؟ آها پس برای همین داری میگی. من خجالتی هم هستم. شوخی میکنم ولی بعد یه اینجوری کردی خجالت کشیدم. یه چیزی بگی تو الان 1 ساعت نطق داری میکنی. مثلا من یه چیزی بگم شما 10 چیز بگو. من همیشه به دخترم میگم من خیلی دوست داشتم مکس امینی دامادم بود. شوخی میکنی. واو واو واو. اینا نیومدن شو ببینن. اینا اومدن 1 کیلو هلو بخرم برن. چایی رو دم کن. اینا اومدن خواستگاری. خب بچه‌ها اگه دوست داشتین تو کامنت ها بنویسین، بازم از اینو براتون میذارم. یادتونم نره برای حمایت از من لایک کنید، سابسکرایب کنید و اگه تونستید یه کامنت ریزم بذارید. روز و شبتون خوش. خدا نگهدار.